سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته با من امیرا محمدی. ریاست احیا و انکشاف دهات بامیان از آغاز کار ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش بیش از 1.5 میلیون افغانی در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 این ولایت خبر داده است. این شبکه آبرسانی به حمایت مالی یونیسف ساخته می شود که با ساخت آن 117 خانواده از آب آشامدنی آن مستفید خواهند شد. برای 5000 خانواده در تخار کمک توزیع می شود. مقام‌های محلی تخار از توزیع مواد خوراکی برای 1500 خانواده در شهر طالقان مرکز این ولایت خبر داده است و می گویند که به زودی برای 5000 خانواده دیگر نیز کمک توزیع می شود. با آغاز روند کار در بدل گندم، ریاست زراعت ننگرهار در ساحات مختلف ولسوالی اسارک این ولایت شمار زیادی از کاریزها و کانالها را پاکسازی و شمار سرک‌ها و پیاده‌روها و مکاتب را به بازسازی گرفته است و همزمان با این ده‌ها پروژه نیز زیر کار قرار دارد. وزارت ارشاد، عدل و اوقاف میگویند که روند پرداخت پول باقی مانده آجیان رو به پایان قرار دارد و تاکنون 11628 آجی پول باقی مانده خود را دریافت کردند. این وزارت از آجیان که تاکنون این پول را دریافت نکرده‌اند خواسته است تا برای دریافت پول خود به این وزارت مراجعه کنند. مسئولان محلی پکتیکا میگویند که در پی زلزله‌های شدید و پی هم در ولسوالی گیان این ولایت 41 بار تکان خورده است. با گفته مسئولان بر اثر زلزله‌های پی در هم در این ولایت مردم خسارات انگفت مالی و جانی را متحمل شده اند و حالت روانی مردم نیز صدمه دیده اند.